درود دوستان، ما هر هفته طبق روال کسب و جوفرزها رو تحلیل میکنیم و با حجم خیلی کم روی اونایی که ترید دارن ترید انجام میدیم. یورو به دلار که اینجا یه سل داشتیم، اینجا یه سل داشتیم که تیپیش نخورده، ولی این رو باید ریسکگیری کنیم. مثلا و آره فعلا اینجا یه سل داشتیم که 1 به 1 بوده. اینجا فرض جی پی یو اس تی بوده، اینم تقریبا مثل یورو به دلاره. یو اس تی جی پی وای، اینجا من یه اوردر گذاشتم، اوردرم فعال شده. اوردر رو چجوری گذاشتم؟ من اوردر رو از رو این گذاشتم، از رو این خط رونده، یعنی چی؟ دلیل خاصی هم نداشتم، دلیل خاص هم خط رونده بوده. گفتم خب حالا اینجا برگشته، اینجا برگشته، اینجا برگشته، اینجا هم برمیگرده دیگه. حالا اگه بره بالا خب این مواقعیه که میشکنه و میره بالا دیگه، ضرر تحمیل میکنه. یه تایمشو بالا، یه تایم بالاترشو بریم. الان 4 ساعته رو روزانهش ببینیم چی داریم. رو روزانهش خب ما اینم داریم، اینو من ندیده بودم و این میتونه ترید خیلی خوبی باشه. ریسکش یا باید منتظر تاییدیه باشی، میتونه بیاد پایین تر. این قسمت ها میتونه بیاد پایین تر. جی پی وای، اینجا من یه دونه سل گرفتم، تایم 4 یه دونه بای گرفتم، برخورد به این خط روند. اینا همش 100 گرفتم و همه اینا مثلا خیلی با حجم خیلی کم گرفتم. ستم فورگت کردم استراتژی که ست میکنی و رهاش میکنی. اینجوری ست میکنی، تحلیلت رو انجام میدیم. خب این جی پی یو اس تی بود، آیو دی یو اس تی، آیو دی یو اس تی. خب ما اینجا اومدیم، اینجا من سل گذاشتم ولی نه، اوردر سل گذاشتم ولی نخورده باشه. حالا واسه بایش من باید این خط روند رو در نظر بگیریم. جفت ارزا بعد یه ناحیه داشته باشیم. اگه بتونه ناحیه رو بشکنه میتونه پایین بیاد. فعلا میتونه یا اوردر باشه، اوردر لیمیت، سل لیمیت باشه، سل استاپ باشه ببخشید، یا اینکه هیچی نباشه منتظر بمونیم میخواد چی کار کنم. یو اس دی چت، من اینجا بای گرفتم. خب تا این قسمت 100 گرفتم به خاطر اینکه این خط رونده. من اینجا این یه بای گرفتم، فکر میکردم برمیاد ولی خب بالاتر رفت. اینم شکسته. میتونه اینو نگاه کن، اگر اومد اینو شکست رفت بالا و با تاییدیه بای میگیم، ولی باید زیر نظرش بگیری. الان نمیشه مثلا یه بای اینجا بگیریم تا
اینجا استاپشم، یعنی بعد بره بالا پول بک بده. نگاه کن بره بالا بیاد پایین پول بک رو بده، بعد وقتی داره میره بالا این سقفو که زد، بذار من اینو بکشم که میشه. نگاه کن اینجوری میره بالا میاد پایین، اینجا برگشت این میشه ترک بالاتر از این سقفی که اینجا تشکیل داده، اینجا میشه ترک میره بالا اگه بخواد. بعد منتظر بمونیم دیگه تا موقعیت ایجاد بشه. راز کار ترک همینه. من اینجا اومدم یه استاپ خوردم روی USD CHF، اینجا سل زدم اشتباه بوده دیگه، یه بای گرفتم روش، اینم استاپ شه که ببینیم چی میشه. هفته قبل من اینا رو انجام دادم، حالا ویدیوش هم میذارم واسه با این استراتژی ست اند فورگت شما دیگه پول روانی و این چیزای روانیتون اصلا پیش نمیاد. خب اینجا هم یه استاپ خوردیم روی نزدک USD، من میارمش هم اینجا، من بای میگیرم تا اینجا دیگه، استاپش هم زیر این نایه، این برای ما میشه بای. اگه برگشت خوبی داد تاییدیه داد میشه وارد شد، یعنی که چند تا کندل سبز خوب بزنه توی. اگه دیدی برگشت بذار بریم تا اگه اومد این خط روند و شکست، بالاتر این خط روند ما میریم به بای میگیریم، چون دیگه زیرش نمیشه گفت زیرش بشه سل گرفت، ریتم دیوارش کم میشه. خب من یورو GBP اومدم بای گرفتم، اینجا بای گرفتم، این سر این سقفه بستمش، ولی احتمالاً بره بالا تا اینجا. ماهیه کشیدم، خب این یورو GPY، اینجا ما یه دونه اوردر سل گذاشتیم فعال شده تا نزدیک به تیپی هم رفته، ولی خب نخورده، تیپی نخورده، یه کمی هم استفش زیاد بوده. خب ما اینجا چیکار کردیم؟ خب من نزدک MZD کت اینجا بای گرفتم رفته بالا، من اینو چی کردم؟ ریش کردم، ولی خب اینجا این اومده اینجا برگشته، احتمالا اگه این خط رو بزنه، این خط روند رو بزنه احتمالا ریزشی میشه، میاد ما اینجا یه سل میگیریم، اینجا سل، اینجا میشه سل میگیریم. تا این 4 ساعته داریم تحلیل میکنیم. خب من اینو آیودی کت من اینو گرفتمش، اینجا یه استاپ خوردیم ولی من از اینجا گرفتمش، استاپ جان.
کف میتونه بیاد. 1/4 میده. یورو CHF من اومدم اینجا سل گرفتم، اومدم اینجا سل گرفتم استاپ شد. میشه با گرفت. بالا اینجا میشه بای گرفت. این هم از یورو CHF. شاخص S&P تو 4 ساعته، بریم تو 1 ساعته. خب نزدک رو داریم. نزدک رو میریم تایم بکنیم زده ببین چی داریم. بازار اومده این کف رو داره تست میکنه، احتمالا از این دو طرف میشکنه یا از اینجا. ما اومدیم و یه شنبه ها تحلیل میکنیم ببینیم و پوزیشن های 100 رو جو فرضا میگیم، نه روی طلا و چیز. اگه بره تا اینجا، اگه بشکنه از بالا، این میشه بایش. 1 به چند میشه؟ تقریبا این 1/3 میشه. اگه از بالا بشکنه، از پایین بشکنه، از پایین بشکنه، ولی احتمالا از پایین بشکنه. همچین چیزی میشه. همچین چیزی بالاش زده، ممکنه یه بالای تا اینجا بزنه، ممکنه یه بالای تا اینجا بزنه. یه دونه چیزش میشه اینجا، یه دونه تیپیش میشه اینجا، از پایین هم بشکنه، یه دونه تیپیش میشه اینجا. این دیگه باید از یه طرف بشکنه. بلند مدت ترش احتمالا هست به اینجا داشتنه. با داشتن این نقطه و این نقطه سری که اونجا زدیم میتونستیم برسیم. نگاه کن دوستان، تایم 15 دقیقه روی داو جونز. نگاه کنیم از اینجا اومده، این خطی از اینجا اومده، من اینو حواسم بهش بودم. این دقیقا همینجا
یه دونه سل میشد بگیری ازش. تو تیپیه یه دونه سل خوشگل با یه تیپی با یه استاپ کم میشه از اینجا میشده ازش بگیری. تو تایم 15 دقیقه ما اومدیم یه خطی رو هم وصل کردیم و این که شد. این هم یه دونه میشده بگیری. خب واسه نزدک 15 دقیقهش ببینیم چی داره. ببین دوستان واسه یه هفته است 15 نگاه کنیم با داشتن این نقطه به این بایی که اینجا میشده بزنی میرسی. بعدش این هم داشتیم خب الان کاری که میخواد بکنه اومده این مثلث رو زده. احتمالا سل باشه. بذار تا این بالاترش یه ساعتش رو بگیریم. آره دیگه احتمالا از این FVG میخواد برگرده. از این قسمت میتونه از اینجا یه سل داشته باشه. من یک کمی از این پایین دریده داره یه دونه سل میگیرم ازش با خیلی حجم کم اینو اینجوری سلش میکنم تا ببینیم چی میشه. چون چند تا سخت پایین و کف بالا. البته اینجا هم داریم این هم داریم. خب بخواد هم زیر این باید سل بگیریم. طلا رو داریم. طلا ببینیم میخواد چیکار کنم. من اینا رو پاک کنم. اینجا نگاه کنم سل گرفتیم. من اومدم اینجا یه سل گرفتم مثلا از حدود 553 گرفتم تا 400 تقریبا میشه 150 دلار. 50 دلار ریسک بوده. تا این قسمت توی گرفتمش اینجوش. خب طلا اومده از کجا نگشته از این که میخواد چی کار کنه. تو من خودشو برسون و چیز
هر یک شنبه میام یک شنبه که قبل باز شروع بازار میام و اینا رو تحلیل میکنیم. از این به بعد هر یک شنبه یه کانال ریزشی قویه. اگه بتونه احتمالاً بایه، احتمالاً بایه. از این بالا این خط روند با یه همچین استاپی، با استاپ این زیر، یعنی 40 تا 30 دلار استاپ، 77 77 تقریبا 100 و خورده ای حرکت میتونه کنه تا این زیر. خورده حقیقتشو بیارم. تنها احتمال زیاد بایه، احتمالا با گپ هم باز بشه. گل دوستان اومده اینجا یه چپ زده، بعد اومده پایین یه کف دیگه زده، از این کف نکن اینجا خط روند شکسته. وقتی که خط روند میشکنه میره تو فاز رنج، میاد چیکار میکنی؟ وقتی که خط روند شکست دوستان، وقتی خط روند شکست این قله بالایی رو میزنی، کفش هم میزنی، خب اینجا میای BLSH میکنی، اینجا برخورد کرده به بالا، خب میای شورت میگیری، برخورد به بالا شورت میگیری تا این قسمت دستته. این از طلا احتمالا از این خط روند بشکنه بایی داره. در غیر این صورت تا این پایین سل داره، سلش فایده نداره، نگاه کن سلش تا اینجا میشه دیگه معلوم نیست از کدوم برمیگردی، ریسک میشه. شاخص $10 این که بریده یورو به دلار میره بالا. همه بازاره رو این میره. این چقدر دقیق برگشت، خیلی هم نه، از اینجا این میاد یه سل داره یورو به دلار ما باید بکنم برندیش برعکس همه اینجا سل داره تا این خط داره. خب اپل و اینا دیگه نو اپل. خب نقره
رسیدم به این خط روان. اون استارت این تارگت میشه ازش یه بایی گرفته بود. نقره نفت نفت هم اینجا تحلیل بلند میکنم. میاد از اینجا برمیگرده دوباره بالا. ویکلی استدلال برمیگرده از اینجا برمیگرده احتمالا یه اخباری میاد از این روی خط روان مثل اینجا برمیگرده. نگاه کنید هر بار که اینجوری رفته بالا ریخته اومده تا نصفش گرفته تا 90 دوباره برمیگرده 100 دلار. سال 2022 تا 27 دلار رفته دوباره بایده. خب کریپتو این بود من روش تحلیل داشتم. خب اینم از بیت کوین که من تحلیل کردم. من اومدم اینجا بیت کوین رو توی اینجا بود تحلیلش کردم. خیلی وقت پیش من اومدم بیت کوین رو تحلیل کردم. میاد یه لمسی هم میکنه چیزو خیلی دیگه بیت کوین اینجا روش میزنه و احتمالا برخورد میکنه به این خط روان دوباره میاد احتمالا میاد اینجا. اگه سایکل قبلیش رو نگاه کنیم میاد میخوره به این دوباره میریزه تا 40,000 موقع خریده بیت کوین. نگاه کنیم هر بار خط روان اومده خورده هی ریخته اینم میخوره میریزه کپش بگیم همچین چیزی تشکیل بده. نگاه کنیم یه حالت یو مانند مثل اینجا. نگاه کنیم بعد یه حالت چرخش روندی شکل بده. نگاه کنیم اینجوری حالت یو. این دقیقا اومده همین حرکت رو نگاه کنیم زده اینجا اومده اینجوری شده. از اینجا که اومده این 75% ریخته اینو 75%ش 70% هم حساب کنیم میشه 40,000 30,000. اینجا موقع خریده نگاه کنیم اینجا موقع این اومده نگاه کن تا کجا ریخته تا تریدینگ رنج
کثیف خودش ریخته، تایتلینگ لنز کثیف خودش اومده ریخته. تایتلینگ لنز کثیف خودش بخواد بریزه اینطوری میشه. اینو انتظار داریم تا اینجا میاد، تا 30,000 هم ممکنه بریزه. کف کفش دیگه تا کف کفش برخورد به این خط رونده، برخورد به این خط روند میتونی با این خط روند از کجا میاد؟ قبلشو نداریم چنده بذاریم خط روند از اینجا میاد، این دوتا نقطه رو هم وصل میکنه. اونم که این هم که از بالا میبینید، خب این از پایین داریم میبینید، این برخورد میکنه به اینجا باید بیاد به این خط سبزه چنده 38,000 40,000 35,000. اینجا یه شادوی یه رنجی تو اینجا، بعدش که یا میتونی صبر کنی تایگر بری یا همینجا از 40,000 بخری تا 30,000 میانگینت بشه 35,000 بخری، میره واسه 100%. حالا سال کی میشه؟ اینجا 2022 2021 سال، اینجا 2025 2020. اینجا دیگه این چرخش اینجا میزنه میره بالا، اتفاقا واسه سال چقدر 200%. واسه چیزای دیگه خب زیادتر میشه، مثلا اتریوم تو 5,000 میتونه بره الان از 1000. اتریوم من تحلیل کردم، اتریوم من اینجا تحلیل کردم خیلی بالاتر، الان سر این خط رونده برگشته از 1500 تا 1700 برگشته، ولی میریزه تا این پایین رو $1000 میشه خریدش. یعنی اگه از اینجا حرکت کنه الان سود خوبی میتونه بدید، 200% میگه، 200% میگه، چیزی نیست. ببینید چه ارزی هست که بالا سولانا اینجاها بود، من تحلیل کردم گفتم اگه این بریزه تا $40 $30 واسه خرید خوبه، $40 هم بد نیست. الان نه، الان که زیر این نمیشه خرید دیگه، زیر این نمیشه خرید که این از این. بذار یه دونه چیز بذارم، اینا میمونن دیگه اینجا، یه دونه بای بذارم 600% سود میده اگه از اینجا برگرده بالا 6 برابر سود میده. اصلا کار به اینا نداریم، فقط میم تحلیل میکنیم دیگه. چی داریم تحلیل کنیم؟ طلا و اونا. خب ما همه رو تحلیل کردیم، تموم شد.